24 ایول بر اثر ترکش در کون انگشت شوروب در کنار شهر اسفرا در شمال تاجیکستان یک نفر به هلاکت رسیده، چند نفر زخمی شدند. رادیوی آزادی از قبل مسئولان کن خبر داد که بنا به فرضیه پیشکی ترکش از گازی که از داخل نقب‌های زیر زمینی کن خارج می شود به عمل آمده است. گروه های نجات حالا با برطرف کنی عاقبت‌های این حادثه مشغول بودند. حسین بابازاده سرمهندس کن انگشت شوروب روز 24 ایول به رادیوی آزادی گفت حادثه تخمینا ساعت 16:30 رخ داد و عبدالمنان تاشبایف سردار بریگاد کارگران در جای حادثه به هلاکت رسید. او را به تشخیصگاه بردیم و حالا کار را موقتا تا برطرف شوی صدمه قطع کردیم. یک منبع رادیوی آزادی گفته است که بر اثر ترکش در کون انگشت شوروب 7 تن دیگر جراحت برداشتند. بابازاده گفت چنین صدمه ها خیلی کم رخ میدهند و در 10 سال اخیر یگان انگشتکن در کون شوروب هلاک نشده بود. کون انگشت شوروب یکی از قدیمترین و کلانترین کونهای انگشت تاجیکستان به شمار می رود. در دوران شوروی در این کون 3000 نفر کار میکردند و سالانه 10 میلیون تن انگشت استحصال میشد. حالا سالانه از این کون 32,000 تن انگشت استخراج میکنند و در کون شوروب فعلا حدود 400 نفر کار میکنند.